8 سال زندان پاداش همکاری‌های محمدی با مقامات. قرآنسوزان روس روانه زندان گشتند. و بینای فرودگاه‌های تاجیکستان تنها مسافران با بلیطشان راه داده می‌شوند. 4.5 میلیون دلار فایده اضافه از سفر حج را کی می‌گیرد؟ راهبر سلفی‌های تاجیکستان محمدی رحمت الله به 8 سال زندان محکوم شده است. محمدی رحمت الله سالهای 2000 در اوج فعالیت‌های رویه سلفیه یکی از فعالان اساسی آنها در بحث‌های مذهبی با روحانیان سرشناس تاجیکستان بود. او زاده ناحیه رودکی بوده، 43 سال دارد. سال 2001 بعد از 4 سال تحصیل در فاکولته شریعت دانشگاه بین‌المللی اسلام آباد به وطن برگشته است. با وجود چندین شکایت‌ها علیه او، مقامات به او در شبکه‌های تلویزیون و رادیوی دولتی تاجیکستان منبرها می‌دادند تا از روحانیان سرشناس تاجیکستان و حزب نهضت اسلامی تاجیکستان تنقید کند. محمدی حین تحصیل در دانشگاه بین‌المللی فیصل پاکستان با نماینده امنیت سفارت تاجیکستان در پاکستان سعید اسرار دوستی و همکاری خوب داشت. سعید اسرار عین حال سردار خدمات ضد جاسوسی تاجیکستان، یکی از خویشان نزدیک سیمومین یتیموف، راهبر حاضره کمیته امنیت تاجیکستان بود. در تمام این مدت محمدی رحمت الله زیر حمایت همین شخص قرار داشت و در به آبرو کردن روحانیان سرشناس و حزب نهضت اسلامی تاجیکستان تمام خواسته های مقامات را اجرا میکند و نهایت پاداش همکاری ها با 8 سال محرومی از آزادی انجام می‌یابد. دادگاه شهر مسکو پس از مرافعه ها اخیراً علیه 12 نفر ملتگرای روس که به آتش زدن کتاب مقدس مسلمانان قرآن کریم و لطوکوب تاجیکان متهم می‌شدند حکم خود را اعلان نمود. کاتب مطبوعاتی دادگاه سویتلانا بختینا در این باره اطلاع داده گفته است که این گروه متشکل 12 نفره با حکم دادگاه پایتخت روسیه تا 10 سال زندان از آزادی محروم گشتند. این گروه جنایتی برای انگیزش بدبینی علیه ملت‌ها و دین‌های دیگر متهم گردیدند و در شهر مسکو و اطراف آن دست به جنایت‌ها زده‌اند. ملت‌گرایان چاره‌بینی‌های خود را به نوار گرفته در اینترنت عکس و ویدئو نشر کرده‌اند. در یکی از نوارها هجوم آنها به یک شهروند تاجیکستان تصویر گشته است که با زنجیره و تراس آهنی او را می‌زدند و در نتیجه این شخص به هلاکت رسیده است. ملتگرایان مذکور 31 دکبر سال 2013 در متروی مسکو در پیش چشم ده‌ها نفر نمایشکارانه نسخه کتاب مقدس مسلمانان قرآن را آتش میزنند و در همین اثنا از یک نفر زاده آسیای مرکزی طلب میکنند که از دین خود اسلام رو گرداند. پرزیدنت تاجیکستان امومعلی رحمان با امضای فرمان کمیته دولتی امنیت ملی و دیگر مقامات‌های حفظ حقوق کشور را به اندیشیدن تدبیرهای علاوه‌ای تأمین امنیت در فرودگاه‌ها و هواپیماها عهده‌دار نموده است. با کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان در همدستی با وزارت و اداره‌های دخلدار و مقامات محلی آنها دستور داده شده است که دایر به آشکار و پیشگیری حالتهای دخالت غیرقانونی به فعالیت فرودگاه‌ها برای هر کدام از فرودگاه‌ها نقشه چاره‌بینی‌ها و عملیات‌های مشترک را تهیه نموده مدت 3 ماه دوباره تکنولوژی قالبی همکاری متقابل میان مقامات دولتی و فرودگاه بین‌المللی دوشنبه و دیگر فرودگاه‌های کشور را تهیه و تصدیق کنند. طبق این فرمان من بعد به بینای فرودگاه تنها مسافران با بلیطشان در دست راه داده شده به گسیل کنندگان و پیشوازگیرندگان داخل شوی به ترمینال منع است. حج یکی از بیزنس های عائله است که سالانه 4.5 میلیون دلار فایده اضافه می آورد که از آن 3 میلیونش نقد به دست عضو عائله پرزیدنت می رود. به این 4.5 میلیون درآمد شرکت های هواپیمایی، فرودگاه ها، رسانندگان سوزشواری و غیره شامل نیست. این مبلغ همان است که بالای مصرف ها و فایده های در بالا ذکر شده ها گذاشته شده است و فایده صاف است که بدون هیچ زحمت به دست می آید. با وجود یکی از قشاق‌ترین کشورهای جهان بودن تاجیکستان، نرخ شناسنامه خارجی و سفر حج در آن یکی از بالاترین هاست. فرق نرخ سفر حج در تاجیکستان از کشورهای همسایه از 1000 تا 1800 دلار است و نرخ امساله سفر حج 3640 دلار اعلان شده، 800 دلار بیشتر از آنچه هست که باید باشد. اعلان رئیس کمیته دین مبنی بر این که گویا شرایط تاجیکان بهتر از شرایط دیگران است، حد اقل به منطق راست نمی آید. خوب اسعار گیرن
چون که بیشتر تمام اکثر این صبح برابر کنیم ما در خارج کشور هست، در عربستان سعودی هست، در داخل ایران و شرکت‌های هواپیمایی دیگر نامتون رسید پرداخت در دلار صورت میگیره. وابسته به بالاداری خود مینیمون مبلغ 28,640 معین گردید. طبق حسابات و معلوماتی که موجود است، هر سال از سفر حج حاجیان تاجیک 4.5 میلیون دلار فایده صاف به دست مسئولین می آید که 3 میلیون آن و میلیون ها دلار دیگر از شناسنامه های خارجی هم مستقیما به دست آزاده رحمان می رسد. در این باره تحقیقات مخصوص با معلومات های بیشتر و دقیق نشر شده است که می توانید از سایت پیام نت مطالعه نمایید.